سعید بیا اینجا بده. آمادم. سلام علیکم. و علیکم. بله. میگم کوکو تو دیگه چی بار کردی؟ شوروا؟ بله شوروا. یعنی به امروز چاش بمیشین خوری ها؟ بله. یعنی شما برای مسلط برق نبید که میکردین؟ خوب کاکو خسرو جان چه کار میشه؟ به شما که هیچی اصلا هیچ اگه بوتون مادر تو بدونا باشه هیچی فرق نمیکنه. با ما فرق میکنه. خوی کار کی ابروی صد نیت شلب دادین. شما خبر ندارین که من فرا میمونا خصوصی داشتم من مجلس خودم میآوردم. خوب کار برار ما مادر مینو بیده. ها اگه با مادر تو برار تو باشه شما قوریت هم میتونستین بدین. دیگه نمیفهمم که خسرو جان. بفهمیدی؟ ان حال این شوروارم شما خود قوم خشا خو یک کنوش جان کنه. از من خدا حافظ دیگه. کجا میره خوب؟ یلا دست دگم بیایی. یلا کو. گیلا. haydi واسه من پیار خوبه گامید نرم از مده کو بغار نشم. چرا؟ بغار شدن دیگه خاطر گفتم بابا چرا بابا؟ بیا بده. بس سه کنین چی میگم به شما اینو کاری بکنن کشتی کنن خاطر. بیا میگم. سه کنین چی میگم به شما من نمیفهمم. اینا بیایم یک دقیقه. بیا خود اینا. خور بزدیم. نه خدا نه. بیا میگم بده. دومات با میگم بیا میگم. بس سه کنین چی میگم یک دقیقه صبر کن. بابا. مسکم رد بیبا. نکن. کوکو خسرو جان. نکن. بیا بده. خوبه. ای خدا. عباس بله نمیفهمی برار من اینا کجایم؟ نه چه کار شده؟ هیچی خسرو جان اینا بدر شدن برفتم بغر شدن خاطر چرا شوروا داره این روز چاش شوروا تیار کردیم. خسور تو بغل شد برفت. اوه گله کردم وردشتم بردم. چی خاطر؟ من چون گفتم چرا چاش شوروا کردیم برای میمونا گفتم من میمونا خاصی داشتم شاید اینا برن خوشی جان من اینا رو آورد دارم برم شاید. اوه خدا کوشه برو خود پیدا کنم بگم بره خوبه؟ اوه بده اما خود شما بخورین شوروا خو. اما در به مصلحت نکردی که خسرو ما به شوروا میکنی یا دیگه چیزی. اما خودی قوم خشا خون شوروا رو بخوره. اما خدا فکر نکردیم ابروی صد مشلب دادیم پیشن 4 تا همسایه می تو هم خدا فکر نکردیم. ما گفتم البته امروز غذا خوی پخته کرده بشه که من خودم قوم خشا خواه خستم بیام مداخلت چکی شورواه. تو هم که کار سابقه گرفتی یاد هم خدا فکر نکرد که مردم حال پلو باید بدی. از این شورواه تو که اقلا شیر کلوچه میدادن که بیتر بود. هم خدا فکر نکردم مصلحت نکردم برادم از این پیش خود میرن سر میتراشم. تو سه کمی گیلک و دنبال میبودم کلی هم پیش دونه. تیز بیاد اگه تیز بیاد که کلیا در سر پیش دونه. چی؟ کلیار بیاره.
گیلا ناوقت میشه به درس رو واکو خوبه. لا اله الا الله محمد رسول الله. میگو من میگی بسته کن. خودت تو دارو اب بیا دیگه. لامیاش خلا بادم داره. یه درس رو واکو که من میرو خونه میرو. بیا درس رو واکو کلی پیشون درس رو واکو که من میرم خونه میرو. بابا خوشگه نستاده گردن همه بند باشی یک شوربه نبید که ایت از که خورما به تدک بدیدم. گپ کم کو حال وقت شوروایه که شوروایه چی فرق میکنه؟ شکم مسیشه پیشم قیمه خود چی سر خوشه بالا کنم. گردن همه بند نمیگه فلانی دختر خود حساب کنم زادار که با شوروا حساب کنم چیز کرده گردن مجلس کرده همی داده مکو گردن همه بند شوربه که چی قرود بدی بید. گپ کم کو کله تو خرابه. چرا بغیر شده بابا؟ نه اونا با هم مسلحت بکنه که ما شوروا میکنی. و چی فرق میکنه؟ نونه با میگه تو بگی درس رو واکو حساب من خراب نکن که من میرو. یالا کداره دیگه کسو دی با بیلا امیر رفیق من تو سه که عیاد ما برا که این خبر کنم باشه بزی زنگ زنم که ناوقت نشه خودم چاش شدنه. بله لالا گل بدین خوبی بخیرین چی که پای تیار هستین بخشش باشه برار همین مجلس شیرین خوری برار منه باور کنیم همین تک بیخی به سر ما شلوغ بود عیاد ما برفتیم که پاکت به شما رای کنم خیلی بخشش باشه برار شیرین خوری بام خونه مانه. بله یا ببخشیم برار دیگه امروز شیرین خوری همیت بیایم به خونه بیایم برار بیایم بخیر بیایم. خدا حافظ شما خیر باش. خوب شده می رفیق ما به یاد ما زنگ زد. بله لالا سلام. لالا میفهمی چه کار شده؟ چه کار شده؟ ای زمان از تحصیل می بردم دیدم سعید بیامد. خب سعید بیامد گفت عباس گفتم گفت خسرو ما بغل شده برفت. چرا با خسور بغل شده؟ من گفتم چرا بغل شده چی خاطر؟ میگه بیامدن گفتن شما چاش به چی آورد دارین؟ من گفتم شوروا. گفت چاش شما میمونا شوروا میدین؟ سعید هم گفت میگه چی بدیم؟ اینا گفت خوبه. بالاخره بغلش گفتم میمونا مهم میدن چرا شما شوروا میدین؟ شوروا هم نوش جانشون برفته خود گیلک. مهمونا از او مهمونا ما مهمتره. شکم همی خسور سعید با غرمه لوش خربزه سید نیه. با ما یک سرگوش به تا دیگه اینا جوش نمیزنه. حال بابا دگا شوروا اینجا باز بغل شده. حالا هر رقم هستان گیلک وردش تک برد میگه چی جلوی نگرفتم گفت تک برد لد رد ما. کبور سعید صدا کو که بیا ایسا کنه میشته بغل شده. بله میرد. سعید صدا کنم. با این خصوص برار محمید تا نازمه کنه که چی بگی. شوروا دیگه چیکار میشه دیگه؟ بابو بابچه ما شوروا خورده شوروا کرده دیگه. بغل شده بابا. چه کار سعید؟ سلام. و علیکم. هیچی من درس را شیشته دیدم خسرو من بیامدم گفتم چای به چاش چی بار کنیم؟ گفتم شوروا. گفتم ها دیگه چه کار میشه شوروا؟ میگفتی از شوروا چی بیتر؟
هرچی بگفتم به زینا انال بغار شدن قرار که گله کردم وردشتم برفتم به زی سراشت خوشی من اینا رو وردارم. ای بابا دست از این خسور من نمیفهم چیکار کنم. بابا همین شوروا چیکار شده که شوروا به درد نمیخوره؟ نمیفهمم هر کار کردم پیش اینا زیری کردم هر کار کردم دیدم نست دادم برفتن گله کردم وردشتم بردم. تو باش که من یک زنگ بری بزنم. خاموشه گوشی خورم خاموش کرده. خدا بد کارش. چیکار کنین دیگه؟ او دیگه باید کنیم. باش که ما برم سه کنم چیکار میشه؟ بره. دست می خصوص اما بلای این گوشی مادرتان که خاموشه. گوشی کی؟ گوشی مادر تو. گوشی مادر میکنه وقت دوشار میده کنه با میشه. خال مقاله قیقداده. شر شوره. میگم پس یک کار کن. برو مادر خودم رو بیاره. از کجا برم؟ از کجا بیاری؟ از کجا اومده؟ بخونه. تا شیرینی خودی. خب برو مادر خودم رو بیاره. برو. گردن بند باشه بابا. اگه لنگم برات می از این سرخونه تو به سرخونه برات. چیکار شده تو؟ چایا از زوره که گوش نیام. شوروار که بدیدم به کل دلم به کل با گوش نشده. گیل جو. پیان خوب بگم برو برای مادر خود. گدی بیشتر اصلا من خراب نکن. از بیشتر دیگه من به هم نرس. من خداگه. شما بدم. گوشی خاموشه دیگه. خاله با مادر ما بگی کمی گوشی خود روشن کنم. ما مادر ما بچار بگم. به کی گرد میزنی؟ زنکا که میگم چون چیکار فلانه. او از شرکت که کلی تو خراب چی؟ میشنوه. گردن ما بند میشنوه. خاله بگی کمی مادر ما گوشی خود روشن کنم پیار ما میگه بیاییم. بگم بیایم. بابا جان ما را دار اذیت نکنی بیشتر دیگه. او شرکت گپ میزنه. خاله تا شرکت با مادر ما بگی گوشی خود روشن کنم بیایم من. ها خاله شما روشن کنی گوشی نه طریق همون چیز خو همون کفیتره چی میگیم انا روشن کنی بگیم بیایم که ما بغار شدیم. تو تا سال برای بگو. بگی خاموش بگو شرکت ها روشن میکنه. بابا جان اون شرکت میگه یعنی خاموشه. بخسه کوکینه در سرا. بخسه کوکینه در سرا. اگه گدا گدونی بابا تکر نکن من خود بگوش نگه مال دیمونو میرو. حالا وقت برو دیگه سه کوکینه در سرا. اگه گدا بچی؟ گدا با کجایه؟ یک دایی بده میشه گدا باشه. نیه گدا برو. بابا چون بابا تو اگه گلومو خوش کردی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم. میگم برادر بگی شما چرا این مجلس اعلا کردین بی آمدین؟ خوب کار کردم که آمدم. اشته خوب کار کردین؟ کار کردم که آمدم. آخی برادر همی ابرو ما نبر امروز مجلسی آخی همی براد ما به امید آخی شیرینی خوری کرده شما مجلس اعلا میدین گیله کرنور میداره میه که چی گپ بوده؟ خب ابرو شما برخته ها دیگه یا ابرو من نرخته. از چی خاطر ریخته؟ حالا وقت شروعه چرا شروع چه کار شده؟ شما برا رو من مسئولیت بکردین. مسئولیت ما چه کار دیگه شروع کرده شروع چه کار میشه؟ از این بر اینجا پلاستیکی اینا که شروع کنی کنی تاره. کاکا که مسئولیت چی بکنه؟ ایگه پر نزنی. حالا که وقت از این بریم که اصلا قدم نمیرم.
ای برادر آخی برار ما به امید مجلس کرده آخی خسوری و سر این مجلس نباشه کی میشه آخی شما گیله کردن و داشتیم نگو. بیامدیم زنگ نگو. گوشی شما خاموش این کار خوبه آیا شما به من مسئولیت بکنید که ما به می شیرینی خوری شروع میکنیم؟ حال ما مسئولیت نکردیم یک اشتباهی بشد که شما این کار شما خبر ندار که من میمونا خاص داشتم. به چی خبر دارم که شما میمونا خاصه داریم؟ میمونا شما میمونا ما خاص داره. یعنی ابروت از هرچی ابرو میمون که آدم خبر میکنه خاصه ابروت داره. از ابرو بلندتره. کنی که ابرو من برخ کدگه یلا کنی رد مردگه. حالا هر گپی بشوده وقت ورد از این گپا نکردیم روز اصلا مجلسه یک قدم نمیرم. کار خوبی نیه که به درد نمیخوره این کارشون حال کلیمی گپی بوده تیر شده ما به این مسئولیت نکردیم خودی شما نکردیم ارزشی نداره آدم فقط مو مسخره شما وقتی کوکو بریم برای کار خودم دم شروع خودم قیمت خودم بخور برو کوکو. روز مجلسیه وقت هستن که بریم کار خوبی نیه مردم هن سر چاش شده میآید کوکو تو را خونه خبر کنم وقتی برو دیگه برو سر مجلس برو خوب کار کردی شروع کردی بقیم خوب کردی برو دیگه خب که پس نمیرین خوب شما رو برجو ماری برجو برو بعد تعطیلی نمیریم بریم کوکو چلو کنی رد می دیگه سلام حق خدا رم خودی هم نداره برو کوکو برو من مقدر سلیت خصوص برات بودم با سلیت ندونستی مقدر مسئولیت نکردی که ابرو ما بره ابرو تو خلد ابرو بیچاره